بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ما اون پوزیشن ها رو کلیک کردیم. مرحله بعد این پوزیشن ها سل لیمیت یو اس دی کت سیت ها اینجا یو اس دی کتمون تایم روزانه این لگ ما که 241 پیپ این لگ ما که 241 پیپ بود 46 تا برگشت داشته از اینجا ببینیم قشنگ خورده به سر FTC ما تو چند تا کندل تو 1 2 3 4 5 6 7 پس این پیوت ما پیوتی هست که اون قضیه‌ای که ما می‌خواستیم توش رعایت شده، یعنی اون چیزایی که داشتیم و هنوز میتونیم صبر کنیم که به این ناحیه 50% هم واکنش نشون بده. تو تایم 1 ساعت فکر کنم ما اوردر گذاشتیم. اینا هم واکنش خوبی داشته. حالا ما اینجا هم بالاخره اوردر گذاشتیم، اینجا رو هم تو پول بک موجی یا روندی بتونیم بگیریم. خب پس این یو اس دی کدمون باشه، میریم سراغ بعدی.
میشه USDJPY. USDJPY رو فکر کنم گذاشتیم. این باکس برابر با سیه، اونم سیه، 4 ساعت است. یه دونه پولبک کندلی داشته، پولبک به اصطلاح فکر کنم موجی هم داشته، ولی پولبک روندی هنوز نداشته. پس ما میتونیم به اندازه پولبک روندیش منتظر بمونیم به مورد رو ست کرده باشیم. URJPY هم این ما کجا اینو اوردر ست کرد، یعنی یه دونه چند پیپه مال همین تایمه یا مال تایم این 17 مال همین تایمه. وسطش ما گذاشتیم هیچی، هنوز نیومده به وسطش بخوره، 50 دستش معتبره. اینا هم 50 دستش نظرم لمس شده. خب حالا این هم هیچی. این طلا این مال 117 همه روزانه است. ما اینجا گذاشتیم که یه دونه پولبک کندلیه داشته، هنوز بقیه پولبک ها رو نداشته. احتمال داره که داشته باشه و به ما سود. خب هیچ، ما حالا میایم توی بقیه جفت ارزا میگردیم و جاهایی که دیگه که میتونیم روت رو پیدا کنیم میذاریم. الان که اینو که باید پاک کنیم کلا، اینو پاکش میکنیم، اینا پاکش میکنیم، اینا پاکش میکنیم، اینا همچنان. یه دونه چیز هم ما درست کرده بودیم. باید بیاریمش رو چارتامون.
تو 4 ساعت چیزی نمیبینیم برگشت. دو لایو بازار به درد ما بخوره. یعنی ما در اینجا هم تو USD JPY چیزی ندیدیم. توی این جفت ارز USD CHF هم اگه دیگه ما اینو ببینیم که چی هست، یه دونه شادو اینجا داریم 23 پیپ مال همینه و ما اینجا هنوز به 50% این لانگ شادو ما واکنش نداشتیم. لانگ شادو هم قانونی که ما براشون داشتیم اندازه اونها 80 تا 120 درصد تا هیچ نداره دیگه، همون فقط اینش مهمه. بعد 50% اگر ما اینو در نظر بگیریم یه دونه کلور لور هم بندازیم که بتونیم علامت گذاری کنیم. بیارمش پایین. آره این چیزی که فعلا نزدیک به قیمت و میتونیم براش اوردر بذاریم اینه که میبینید یه واکنش هم داشته به خود شادو و میتونیم در برگشت هم منتظر یه واکنش باشیم. 80% نیست این چی، اگرم بوده یه واکنش داشته. این هم نیست. خب ما یه دونه اینجا اوردر میتونیم ست کنیم، یه دونه سیل تو تایم ربع ساعته درستش کنیم. تا فعلا همینجا میذاریم تا بعد بریم اونجا درستش کنیم. این تو تایم ربع ساعته با 4 پیپ استاپ بزنیم. چقدر استاپ ما؟ اه، 12 پیپ. اگه دیگه ما این وسط اینا نقطه واکنش در نظر بگیریم، شارپی بگه بذاریم 6 پیپ.
6 پیپ اگه بذاریم بازم داغ جور در نمیاد. مثلا ما اگه دیگه همون 12 رو بزنیم این برم بخوایم 1 بگیریم ازش، یعنی این تارگت رو. یا اینکه 6 پیپ، یعنی اینجا میشه پشت این. اینجا 7 پیپ، اینم 13 پیپ درست میشه، مگر اینکه اینم خوب باشه دیگه. حالا بعد چیزایی که هست ما برای این اوردر چیا رو باید چک کنیم. ببینید باید ببینیم این لگ مربوط به 4 ساعته بوده یا نه. 55 320 مربوط به 4 ساعت است. این برگشت ما چقدره؟ این هم 4 ساعته است. این هم آهنگی داشته. مستر کندلی قبلش نبوده، اینه نبوده، اینه رو پوشش داده، اینم با یک کندل مناسب پوشش داده شده. کاور مستر اونلاین که گره بعدشم این کندل پوشش داده قشنگ. پول بکم تو همون داشته دیگه، خودش دیگه زده پول بک کندلیه رو. خب ما با این تفاصیل یه دونه عکس تو تایم ساختارمون از این چیزه میگیریم، از اینجا میگیریم. این چک لیست رو همه دیگه مشخص باشه اون کجا گرفتیم و اینا. یه دونه پرینت اسکن، اینکه اگه لینک بشه براش در نظر گرفت که چه بهتر. خودم تا حالا ذخیره نکردم، در قالب اکسل هم ذخیره شد. ببینیم چجوری ذخیره میکنه، به دردمون میخوره یا نه. تو این تصویر نباید این چی هست اینا، این رو درد ما نمیخوره. الو سلام موسی. آه باشه حله. باشه حله. باش چکرم.
پیوت یک ساعتمون میبینی که برگشت به FTC رو داشته، یعنی اون پولباک کندلی در 7 کندل رو داشته. برگشتش هم که خوب بوده، گیله بعد رو نتونسته بپوشونه با اون کندلی که شکسته، ولی حتی فرضیه رو پوشونده. اینم مستر کندل نیست. پوشونی هم داشته. حالا ما میتونیم شاید توی این قسمتش اینو نذاشتیم هنوز. چون این داره جا به جا میشه. 13 برم 7 پیپ. خب اینو ستش کنیم. خب درست شد. حالا میخوام بریم اون یه ساعته رو بذاریم که برای یه ساعت همون اگه یه دونه پندینگ بای اینجا بخوایم بذاریم، یه دونه هم اینجا باکس بندازیم. شما متوجه بشید. بذاریم اینجا. اگه اینجا باشه میشه 6 پیپ. تو تایم 5 دقیقه باید بریم. اینو کجا بذاریم بهتره؟ تا 2 پیپ میتونیم استاپ بزنیم. سه پیپ استاپ میذاریم اینجا. یه تارگت دو هم اگه بهمون بده خوبه. تو تایم ساختارش که یه ساعت میایم میبینیم که اینجا این ارده رو ما گذاشتیم. حالا خوب یا بدش رو نمیدونیم. اینم قضیه چک لیستش که اگر اینجا ستش کنیم میتونیم یه دونه این هم لینک که داشته باشیم. کنترل سی بذاریم اینجا. نم از این سیوش هم میکنیم. میریم تو بعدی. دیگه این نمیشه اوردری براش گذاشت. همین 4 ساعت هم اگه میخواستیم حساب کنیم اینجا مثلا یه دونه شاید پیوت داشته باشیم. خب اینجا اون پیوت رو میخوایم حساب کنیم. 35 پوش 35 ضرب بدنه 2.14 میشه 84. هیچ. حالا روزانه که نیست، مال 4 ساعت هست. 4 ساعت هم یه دونه برگشت مناسب اینجا ما از این دیدیم که احتمالاً تا خود پوشاننده نمیدونم. نه نیست.
24 پیپ برگشت داده، یه برگشت هم به FTCش داشته دوباره. حالا ما اگه حساب کنیم ببینیم این شادوش چقدر از این 22 میشه 11. نه اینم نیست. خودپوشاننده قرار شد اینا همه شادوش بیشتر از 80% باشه. حالا ما خودپوشاننده بسیار نیست، ما خط فرضیه رو در نظر میگیریم براش. میتونیم اینجا اوردر ست کنیم در USCCH. دو تا اوردر گذاشتیم روی USCCH. ببینیم چی میشه. یورو USD اوردر داره، ببینیم میشه اوردرش کداشه. خب در اینجا ما یه دونه پیوت 58 تا 1408 یه شخص درست ماله روزانه است. این لک این میشه این بکنم 50% واکنششون داره دیگه، هیچ دیگه همه را هیچ نداره. به سمت بایش جواب داده، ما سلش رو بخوایم بگیریم. اگه ما فرض کنیم که این 58 از اینجا حساب کنیم یا اینجا 66 بشه که میشه مربوط به تایم بالا روزانه. نه 46 بشه نمیشه تایم بالا، میشه تایم خودمون 45 25 ضرب در 2.14 میشه 60. یعنی این مال تایم 1 ساعت است. این بخوایم حساب کنیم این پیوته 45 13 تا 30 تا درسته همون میشه تقریبا. حالا اگه ما اینو برگشتشو بخوایم حساب کنیم 11 تا که بگیریم 11 میبینی که در کندلی پوشش داده شده هنوز ما برگشتی به اون نداشتیم. الان اگه اینو 11 بگیریم 11 رو اینجا اگه بگیریم نه ما برگشتی به این پیوته نداشتیم. عملا این جواب نمیده برای ما. به دو تایم 4 ساعته ببینیم از این ور که ما پیوت داشتیم 71 پیپ
که میشه تایم 4 ساعت همون ما یه دونه برگشت از اینجا داشتیم 25 منتهی مراتب اینم تو 2 کندل بیشتر بوده که میشه بیس پیوت. عملا پیوت زنده ای ما اینجا در تایم نداریم مگر اینکه این رو پیوت در نظر بگیریم، بریم مال این تایم شادو رو بگیم که 17 پیپ مال تایم 1 ساعت هست که اینجا دیگه شادو نداریم. 17 پیپ 25 ضرب در 80% نه برشده بس هیچ اینم پیوت نیست. ما اگه بخوایم حساب کنیم و تو اینجا فرض اوردر بذاریم باید بیام بالاتر تو این پیوت ها اوردر بذاریم اگه که برگشتی داشته باشیم. مثلا تو این پیوت که اینجاست اگه این لگو از اینجا حساب کنیم چقدره 56 پیپ. این لگو اگر از اینجا حساب کنیم میشه چقدر 146 پیپ. چه تایم روزانه یا نه 175 ضرب در 2.14 چه 180 ما گفتیم که این نه تایم همین 4 ساعته. 4 ساعت ما اینجا 25 پی اگه برگشت داشته باشیم خب شد 3 کندل. گفتیم که اگر شد 3 کندل یعنی ما در 3 کندل ما اینو پوشش داشتیم یه جایی تو سوالات نوشته بودیم حالا میگه که ترید در پول بک های موجی و روندی. خب ما اینا اگر که بخوایم پول بک موجی و روندی رو ترید کنیم باید بیاریمش 25 نه اینم به درد ما نمیخوره. برگشته ندارید هیچ. یعنی ما تو یورو یو اس دی هم چیز به درد بخوری نداریم مگر اینکه این 242 تا رو 240 تا رو من یه دونه اوردر شما که نبودید ست کردم اینجا دارم دنبال لگ میکردم 66 درست نه نیست مال یه ساعت است مال یه ساعت است
ببینیم قضیهش با FTC چجور بوده. چهارده خوب بوده. یه دونه باکس هم اینجا میندازیم. دوستان متوجه بشن ما چی میگیم. اینجا پیوت تو در تو داریم. حالا ما این پیوت رو در نظر میگیریم بالایی رو. اینم خودش دوباره پیوت. اینو میزنه دوباره برمیاد دوباره اونو میزنه. مثلا اینجوریه قیمت به نظر من. چیزی که من فهمیدم از قیمت. خب اینو یه ساعته در نظر گرفتیم. الان 32 رو ما ببینید میخوام بهتون ثابت بشه که مال 4 ساعته. ضرب در 2 و 14 هم که بکنیم بازم ببینید بیشتر از این میشه. ما میام اینجا یه دونه پندیکسل میذاریم. میریم تو 5 دقیقه و ببینیم که باید چند پیپ استاپ بزنیم. 4 پیپ نهایتا ما استاپ داریم. میاریمش پایین. درسته 4 پیپ استاپ. اینجا ورود. نه حدود تیپی 2. حدود تیپی 2. این که یه ساعته که تایم چیزمون هست، اوردر گذاریمون هست. میایم اینجا میگیم آقا بله همخوانی با لگ ما داشته، خط فردی ما رو هم پر کرده، گره بعدی رو هم که حاصل از این بوده پوشونده. پول بک در 7 الی 9 کندلم، 1 کندل، 2 کندل، 3 کندل، 4 کندل، 5 کندل پول بک داشت. بس خوبه این علل حساب خوبه. ببینید اینو داریم میگیم ما. ببینید اینجا حالا اینو هم که ست کردیم یه عکس ازش میگیریم که داشته باشیم. هم تایید. اینم کنترل سی. یا میام میذاریمش اینجا. خب این هم هست. 4 تا اوردر ست کردیم. چقدر ویدیو شد؟ کوش ویدیوی ما کوش 43 دقیقه. حالا بس تا بعد بیایم بقیهش رو ست کنیم. یعنی ما این 4 تا جو فرض اومدیم جلو، 4 تا دیگه جو فرض هم مونده.